بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان ارجمند، نکویی بر پدر و مادر به گذشتن آنان، به رحلت کردن آنان از دنیا قطع نمی گردد. به عباره دیگر انسان می تواند برای پدر و مادری که از دنیا گذشته‌اند نکویی کند. اما چگونه؟ بیایید به 4 عملی که بعد از سری پدر و مادر می توان برای آنان انجام داد آشنا شویم. بر و نکویی پس از گذشتن آنان از دنیا. این 4 عمل همه در احادیث صحیح نبوی ذکر گشته است. عمل اول یا نکویی اول که برای پدر و مادر بعد از گذشتنشان می توانیم انجام دهیم، انفاذ وصیتهما، اجرا کردن وصیت آنان است. اجرا نمودن وصیت پدر و یا مادر گذشته از بر آنان محسوب می گردد. امام ابو داود از صحابی بزرگوار ابو اسید مالک بن ربیعی انصاری روایت کرده که ایشان گفتند: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار. زمان ما در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. ما یاران با پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. مرد از انصار به حضور ایشان آمده پرسید. این مرد گفتند: یا رسول الله، هل بقي علی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ ای فرستاده خدا، آیا من می توانم پس از گذشتن پدر و مادرم، پس از مرگ آنان به آنها بر و نکویی کنم، احسان کنم؟ فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: نعم، بله می توانی. فرزند می تواند بعد گذشتن پدر و مادرش هم با آنها بر و نکویی کند. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما. الصلاة عليهما یعنی دعا کردن برای پدر و مادر. والاستغفار لهما، استغفار پرسیدن از خدا برای آنان. و انفاذ عهدهما من بعدهما، اجرا نمودن وصیت آنها پس از گذشتن آنها. وقتی پدر یا مادر از فرزندان وصیت کرده میگذرد، اجرا نمودن آن وصیت از بر و نکویی فرزندان به والدینشان محسوب است. عملی دیگر که از بر والدین محسوب است، پس از مرگ آنها فرزندان می توانند با آنها انجام دهند این دعا کردن برای پدر و مادر گذشته است. فرزند بگوید: اللهم اغفر لی ولی والدی، آنگونه که در این حدیث بالا ذکر گردید و آنگونه که در قرآن خداوند امر کرده: و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بگو پروردگارا، آنگونه که آنها مرا از خردسالی به پایه رسانیدند، خدمت کردند، بزرگ کردند، تربیه کردند، پروردگارا رب ارحمهما، با آنان رحمت کن. اینچنین در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. وقتی فرزند آدمی بمیرد عمل او قطع می‌گردد. اما 3 نوع عمل را استثناء کردند که بعد از مرگ نیز اجرش ثوابش به میت میرسد. از جمله آن او ولد صالح یدعو له. گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند عملی که به انسان در حالی که در قبر است، در عالم برزخ است، ثوابش میرسد. او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای والدینش دعا کند. اینچنین در این مورد امام احمد حنبل و امام ابن ماجه از حضرت ابو هریره روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقول باستغفار ولدك لك. یعنی فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همانا خداوند عزوجل درجه بعض بندگان صالحش را در جنت بلند میگرداند، با آنها مقامی عالی میبخشد. اون بنده حیران شده میگه: یا رب من أين لي هذا؟ این همه مقامی بلند، این همه اکرام و گرامی داشت، برای چی؟ در عوض کدام عملی من باشد؟ گفته میپرسد: فیقول باستغفار ولدک لک. این مرتبه بالا، این همه اکرام، این همه عزت به سبب استغفار فرزندت برای تو است. فرزند صالح داره که برایت بعد مرگ تو دعا میکرد. این مقام منزله از برکت دعای فرزندت به تو داده شده. عملی دیگری که میتواند فرزند برای پدر و مادر گذشته‌اش انجام دهد، آنها را در عالم برزخ، در قبر شاد سازد، پیوندی خویش و تباری آنهاست. خویش و تباری طرفی
پدرش را یا طرف مادرش را پیوسته نگه دارد، با آنها رفت و آمد کند، از حال آنها بپرسد، صله رحم پدر و مادر را احیا کند، زنده نگه دارد، پدر و مادر از او شاد می‌گردند. در آن حدیثی بالا که آن مرد انصاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده پرسیده بود که آیا عملی هست که من برای پدر و مادرم بعد موت آنها انجام دهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود بله، برای آنها دعا کن، استغفار کن، وصیت آنها را اجرا کن. در ادامه حدیث فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم با آن مرد گفتن وسیله الرحم التي لا توصل الا بهما و اکرام صدیقهما، صله رحم آنها را پیوسته نگه دار، رابطه خویشی آنها را قطع نساز. گفته وصیت کردن، نصیحت کردن. امام ابن حبان نیز در این مورد حدیثی در صحیحشان آورده. ابو برده میگوید که قدمت المدینه فاتانی عبدالله ابن عمر، میگوید من به مدینه منوره آمدم، عبدالله ابن عمر این صحابی بزرگوار فرزند حضرت عمر به نزد من آمد. فقال اتدری لما اتیتک، ای ابو برده آیا میدانی من برای چی پیش تو آمدم، به زیارت تو آمدم؟ قال قلت لا، ابو برده میگوید که گفتم نه نمیدونم به چه سبب. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده وانه كان بين ابي عمر وبين ابيك اخاء وود فاحببت ان اصل ذلك. عبدالله ابن عمر به این مرد گفتن من بدین خاطر پیش تو آمدم، به زیارت تو آمدم، زیرا فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتن هر کی دوست دارد که به پدرش که در قبر است، در عالم برزخ است، نیکی کند، بر و احسان کند، دوستان پدرش را زیارت کند، پیوندی یا دوستی که پدرش داشت آن را نگه دارد. و پدری من عمر و پدری تو ای برادر دوستی داشتن، من خواستم این دوستی را نگه دارم. یعنی نه این مرد بلکه پدر این مرد دوست حضرت عمر بوده. عبدالله ابن عمر یعنی نزدی پسری دوستی پدرش رفته تا پدرش یعنی حضرت عمر را در قبر شاد سازد و این بر و احسان را برای او تقدیم نماید. و در حدیث دیگری نیز امام مسلم روایت کردند که ابن عمر بار در راه اعرابی را می‌بیند، با جمعی از دوستانش اعرابی را می‌بیند. ابن عمر هم خرش را هم سله‌اش را برآورده به این اعرابی تحفه می‌کند. یارانش اطرافیانش تعجب میکنن، میگن ای عبدالله، این اعرابی بود به یک چیزی اندک هم میتوانست راضی شود، یعنی چرا اینقدر همه چیزی که دارید به او دادید؟ حضرت عبدالله ابن عمر و دوستانش میگوید پدر این اعرابی با پدر من دوستی داشت و من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید از بر والدین محسوب است که انسان که فرزند دوستی که پدرش داشت آن را نگه دارد. عملی دیگر یعنی عملی چهارمی که بنده میتواند، فرزند میتواند برای پدر و مادرش انجام دهد و این از بر والدین محسوب می شود، صدقه نمودن به نام پدر و مادر است. صدقه نمودن به نیت اینکه ثوابش به پدر و مادر برسد. امام بخاری و امام مسلم از مادر و عایشه روایت کردند که مادر من میگوید ان امرأة قالت یا رسول الله ان امي افتتلت نفسها ولولا ذلك لتصدقت واعتت افترى ان اتصدق عنها. مادرم عایشه میگه زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده گفتن مادرم جانش برآمد و امکانی حرف زدن نداشت لحظه های اخیری مرگش و گمان دارم که اگر حرف میزد میخواست گوید که چیزی را صدقه کنید، آیا من میتوانم از جای مادرم، از تنی مادرم صدقه کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن نعم تصدقی عنها، از نام مادرت میتوانی صدقه کنی. و از بهترین انواع صدقه برای پدر و مادری گذشته چیزی را به نام آنها وقف ماندن است یا چاه کندن یا آب برای مردم آوردن است. امام ابو داود و امام نسائی روایت کردند از سعد بن عباده که میگوید من به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم، این صحابی بزرگوار انصاری میگوید گفتم یا رسول الله ان ام سعد ماتت افأي الصدقه افضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. سعد ابن عباده میگوید من نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم و گفتم ای فرستاده خدا، مادری سعد از دنیا گذشت، یعنی مادری خودش رو در نظر دارد. فأي الصدقه افضل؟ کدام نوع صدقه بهتر است که برای مادرم انجام دهم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الماء، ای سعد آب فراهم ساز.
به نام مادرت آب فراهم ساز و هر بار که تشنه از اون آب می نوشد برای مادرت ثواب می رسد. فحفر بئرا و قال هذه لأم سعد. حضرت سعد چاه کندند و گفتند این چاه به نام مادر سعد است. چاه وقف گذاشتند. بله، فراهم نمودن آب، آوردن آب یعنی از جای به جای به آب یا کندن چاه به نام پدر یا مادر یا به نام هر دو از بهترین انواع بر والدین محسوب است. امام ابن ماجه و امام ابن خزیمه از جابر ابن عبدالله روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله یوم القیامه. یعنی فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند هر کی چاه کند، البته کندن چاه این همان شکل فراهم ساختن آب در همان زمان، در زمانی ما میتواند به آوردن آب با وسایل معاصر باشد. مهم به جای به آب را فراهم نمودن و مردمانی از آن آب استفاده برد. گفتند هر کی چاه کند از آن چاه هر جگری تشنه آب نوشد، چه انسی باشد، چه جنی باشد، چه پرنده باشد، هر جانوری حتی از آن آب بنوشد، خداوند صاحب آن چاه را، کسی که سبب شده آن آب را آورده، الا اجره الله یوم القیامه، روز قیامت اجر و ثوابش میبخشد. بنابراین این گونه آب را فراهم نمودن برای پدر و مادر بخشیدن، به نام آنها وقف گذاشتن نیز، هر بار که از آن قطره آب اگر استفاده می شود و پدر و مادر اجر و ثواب می رسد. این بود 4 عملی که انسان فرزند می تواند برای پدر و مادرش که از دنیا گذشته باشند می تواند حسرت نخورد از این عملهای صالح که شریعت تعیین کرده انجام دهد و با آنها بعد از مرگ آنان نیز می تواند که بر و احسان کرده باشد. در حفظ امان خداوند باشید.